50 تا رو دادم. چطور 50 رو 15 مثلا ترجمه کردی؟ یعنی تا 15 بلدی؟ خیلی شبیه هم. آره ولی اونی که به نفع‌تر رو برداشتی دیگه. آره دیگه. آخه ببین واقعا ما تنها عددی که شبیه نیست 11. شبیه چی نیست؟ شبیه مثلا 50 و 15 نیست، 11. چون 11 اینو مطمئنم که میشه 11. چی داری میگی اصلا؟ آقا چی دارم میگم چیه؟ آقا داریم در تو یعنی چی تنها عددی که شبیه نیست 11؟ ببین ما میگیم 5 درسته؟ یعنی 5 درسته؟ 5 بله. خب بعد میگیم 50 یعنی 15 دیگه. 50 اون 15 یعنی 15. آره خب شبیه 15 و 50 شبیه 5 یعنی یه دونه نه اضافه داره. خب ما اون نه رو برش داریم، همه چی به هم میریزه به خدا. یعنی اصلا همه چی خراب میشه. ولی خب تنها عددی که خیلی مشابه نداره 11. اگه همه چی 11 باشه درسته 11.